خانم دکتری تعریف میکرد، میگفت سال آخر دانشگاه بودم با یه پسری آشنا شدم، با هم دیگه نامزد کردیم، قرار مدار ازدواج گذاشتیم. یه روز منو دعوت کرد خونه‌شون. وقتی رفتم خونه‌شون دیدم مادرش برای نهار کوکو سیب زمینی درست کرده. شوهرم هم از این که مادرش برای نهار تدارک ندیده خیلی ناراحته. برای اینکه بیشتر از این ناراحت نباشه شروع کردم با اشتها کوکو سیب زمینی رو خوردن و تعریف کردن از دستپخت مادرش. این گذشت و رفتیم برای خرید عروسی. من از یه جنسی خوشم اومده بود، مادرش میگفت نه. از من اصرار، از مادرش نه که این گرونه. یه دفعه برگشت بهم گفت یادت روز اول که اومدی خونمون برای نهار کوکو سیب زمینی درست کرده بودم، 4 چنگولی میخوردی نمیدونستی تو دهنت بذاری یا تو دماغت؟ اصلا تا حالا کوکو سیب زمینی دیده بودی؟ اونجا بود که فهمیدم آدم نباید به خودش الکی تخفیف بده. شأن تو برای کسی پایین بیا که طرف قدر تو بدونه. آره